در ادامه سفر کاری خود به ولایت مختار کوهستان بدخشان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در شهر خاروخ برای ساختمان بینای 12 شانه سنگ اساس گذاشت. لایحه بینای مذکور از جانب جمعیت دوره مسئولیتش محدود معمار 2002 آماده گردیده. در آن فیلال جمعیت سهامی اوریون بانک مهمانخانه برای 200 جای، تالار آرایشی، حوض شناوری، تالارها برای گذراندن نشست‌ها و طربخانه جایگیر کرده می شود. همچنین طبق لایحه در بینای مذکور اتاق‌های مخصوص زمانوی برای قبول مهمانان عالی مقام و نمایندگان دولت‌های گوناگون نیز بنیاد می‌گردد. به اطلاع مسئولین، این نخستین بینای 12 شانه خواهد بود که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد کرده می شود. طوری معلوم گردید ساختمان بنا 2 سال ادامه می‌یابد و برای اجرای کارهای ساختمانی 200 نفر ساختمانچی از جانب شهروندان شهر خاروخ و دیگر ناحیه‌های ولایت جلب کرده می‌شوند. فرمایشگر لایحه مذکور جمعیت سهامی کشاده اوریون بانک بوده، قدرتچی اداره ساختمان اساسی همین جمعیت اوریون بانک محسوب می‌یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون برای اجرای سریع وقتی و با صفت کارها و ساختمانچیان دستور و مصلحت‌های مفید دارند.